کباب رودباری ببینید چقدر خوشمزه شده. اینم سس خوشمزهشه. دوست دارید این کباب رودباری خوشمزه رو یاد بگیرید؟ همراه من باشید. مواد لازم: گوشت چرخ کرده، گوجه، پیاز، سیب زمینی، ادویه، کمی سبزی معطر. پیاز رو رنده می‌کنیم روی گوشتمون. احتیاج نیست آب پیاز رو گرفته بشه. ادویه اصلی ما گلپره که تقریباً یک قاشق سرصاف می‌ریزیم، زردچوبه، فلفل، نمک. سبزی معطر ما میخوایم که توی رودبار خودشون سبزی‌های مخصوص به خودشون داره. ما میتونیم اینجا از ریحون بنفش که مثل مزه سبزی‌های رودبار رو داره، یا از سبزی‌های اگر خالواش چوچاق داشته باشید یا ریحون خشک داشته باشید میتونید استفاده بکنید، یا گشنیز، فرقی نمیکنه. هر نوع سبزی که دم دستتون بود که معطر بود میتونید استفاده کنید. کاملا برز میدیم تا همه مزه ها به خورد هم بره. دیگه اینجا برز دادن خوب شدش، کامل شدش. سیب زمینی خورد کرده رو میذارم داخل تابه خودش سرخ بشه. بهتره توی این شامی کباب رودباری ما از روغن زیتون استفاده کنیم. بابو هم باشه خیلی خوشمزه تر میشه، ولی من از همین روغن مایع استفاده میکنم که رو دسترس همه هست. من دستم آب میزنم، شامی رو به این صورت گلوله برمی‌دارم. این شامی رو باید خیلی نازک پهن بکنید و بزرگ، یعنی تا جایی که جا داره کف دستتون اینو بازش کنید. به این صورت خیلی باید نازک باشه. این کبابو ما زیاد نباید سرخ کنیم، فقط کمی که گوشتمون تغییر رنگ پیدا کرد برمیگردونیم. بهتون نشون میدم. فقط به اندازه‌ای که رنگ گوشت ما تغییر کرد کبابو برگردونید. اصلا نمیخواید سرخ بشه. همه رو به همین صورت آماده میکنیم. حتی شده روی همدیگر میچینیم کبابا رو تا بعدا برگردونیم. کبابا که به این صورت کمی تفت خورد برمیگردونیم. احتیاجی نیستش که سرخ بشه. میتونیم این کبابا رو هم که برمیگردونیم روی همدیگه قرار بدیم. رب هم اضافه میکنیم، تقریبا 2 قاشق تا 3 قاشق. رب به اندازه 1 دقیقه تفت میدیم تو روغن. گوجه ها رو به این صورت خورد میکنیم. اول پوست گوجه رو میگیرید کامل. گوجه ها رو که پوست گرفتیم به این صورت کوچیک کوچیک خورد میکنیم همه رو، که من اینجا خوردش کردم. آماده است. تقریبا 2-3 تا گوجه است. گوجه و رب رو کمی تفت میدیم، تقریبا یه 5 دقیقه. کمی گوجه ما نرم بشه. کمی هم نمک بهش میزنیم. یه کوچولو نمک هم روش میریزیم. کمی گوجه ها که نرم شد 3 تا لیوان آب داخلش من میریزم. شما چه جوری درست میکنید رودباری های عزیز من؟ دیگه میذاریم اینجا به این صورت. وقتی که جوش اومد حرارت رو کم میذاریم کاملا جا افتاده بشه. شما چه جوری کباب رودباری رو درست میکنید؟ توی کامنت ها برام پیام بذارید. کباب رودباری ما کم کم در حال آماده شدنه. ببینید داره جا افتاده میشه. کباب رودباری خوشمزه ما آماده شده. ببینید به این صورته. غلظتش هم به این صورته. اگه دوست دارید کم آبتر باشه بیشتر بذارید بجوشه. ببینید خیلی خوشمزه است. غذای بسیار لذیذ و خوشمزه است. کبابا رو توی ظرف سرو میکشیم به این صورت. کباب رودباری خوشمزه ما آماده شد. بسیار این غذا راحت درست میشه، خیلی سریع هم درست میشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون از اینکه همراه هم بودید. کباب رودباری ببینید چقدر خوشمزه شده.
اینم سس خوشمزهشه. چه خوش کبابش خیلی خوشمزه است. نگاه کنید داخلش و سبزیجاتشو، خیلی کباب خوشمزه‌ایه. اینم سس خوشمزهش. کبابش رو ببینید داخلش سبزیاش خیلی خوشمزهش میکنه.